سلام دوستان، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. امروز اومدین خودم رو برای شما توصیف کنم و سوالایی که شما از من پرسیدین جواب بدیم. برو بریم. خب اسم چیه؟ من یوتیوب یوسف، شما منو میشناسید، ولی اسم اصلی من یوسف خدایی هستش. این که گفتن چند سالته؟ من 15 سالمه و الان کلاس نهم هستم که دارم این ویدیو رو برای شما ضبط میکنم. کجا زندگی میکنیم؟ ما محلی که زندگی میکنیم اصفهان، شهر خیلی بسیار قشنگیه که حتی اگه نیومدیم پیشنهاد میکنم بیاین و بازدیدهای خیلی قشنگی داره و چیزای دیدنی خیلی قشنگی داره. گفتین سینگل یا لاری؟ نه، من سینگلم و ندارم. چقدر وقته که یوتیوب رو شروع کردی؟ من موقعی که یوتیوب رو شروع کردم، یعنی من بروش بلم 9 ماه وارد یوتیوب شدم و الان 7 ماه چنل شروع شده. بله، 7 ماه چنل شروع شده. اما مثلا ویدیو میذاشتم، بعد میدونم چیزا میگفتم خجالت میکشم، پاک میکردم ویدیو رو. اما دیگه پر قدرت برگشتیم. خب یوتیوبر مورد علاقه من، همه یوتیوبر خیلی خوبن، من نمیتونم کسی ها دیس کنم چون واقعا یوتیوبر عالی هن. خب یعنی مورد علاقه اصلا من نمیتونم بگم کی مورد علاقه منه. اینقدر یوتیوبرهای خفن هستن که من فقط کفم میباره از ویدیوهاشون. مثلا میبینم اینقدر ادیت خفنی داره این ویدیو، چه کلیپی، چه موضوع خوشگلی داره این ویدیو. یوتیوبر مورد علاقه خودم به شخص، حالا بیشتر یوتیوب نیما تکیرو رو بیشتر خودم دوست دارم و میکی کلافه. این دوتا خیلی خوبن. حالا این دوتا عالی هم برای خودم و نیما تکیرو گفتم اینا خیلی خوبن. نیما تکیرو خودم واقعا خیلی دوستشم، یعنی فنیشم. خیلی نیما دوست دارم. هامیکه من میبینم، فیلمشو میبینم. بله، نوشتین که از چه یوتیوبری بدت میاد؟ من از کسی بدم نمیاد. من در حدی نیستم که بخوام کسی رو دیس کنم و شاید دیگه هم بخوام من دیس کنم. من احترام قائلم و دیگه من دیس نمی کنم. اما به شخص مثلا بخوام از چی بدم میاد، خب ببینید اینجوریه که یک انسان داره مثلا تولید محتوا میکنه. خب این که مثلا میاد یه نفر دیگه تولید محتواشو دیس میکنه و دیس های عجیب غریب که اصلا شاید منطقی نباشه دیس میکنه. شاید مثلا از اونایی که میان ویدیوها رو دیس میکنن شاید یه ذره یه کوچولو مثلا به میلم نباشه. خب نوشتن یوتیوب به نظرت خوبه؟ ببینیم من که حالا پیجمون صدکایی بشه انشالله که لای یوتیوب اون هم میدن اگه صدکایی بشه. من هنوز اونجوری نشدم پیجم که بخوام ببینم خوبه یا نه، اما یه جنبه فان خیلی خوبی داره. موقع که من وارد یوتیوب شدم میدیدم مثلا اولین کانالی که دنبال کردم یادمه فرشاد سایلنت بود، چون من میرفتم سرچ میکردم داخل گوگل ویدیوهای فرشاد سایلنت، این ویدیوهایی که من 3 سال قبل رو من داشتم فرشاد سایلنت نگاه میکردم. بعد که دیگه وارد یوتیوب شدم، بعد یه فرشاد سایلنت اول دنبال کردم، بعد نیما تکیدو رو دنبال کردم. چقدر فیلمای نیما خوشگل، اصلا نمیشه چیزی گفت. بعد میکی کلافه من داخل روبیکا بودم میذاشتم بچه ها میدیدیم، فیلماش خیلی خوب بود. دوریمای خیلی خوشگلی داره میکی کلافه و واقعا خوبه یوتیوب. نمیخوام تبلیغ چیزی بکنم، اما میتونم بگم به شخص بهتر از این استا این شاید بگم یوتیوب بهتره، این استا نتونم اینو بگم، ولی میتونم بگم مثلا این استا به درد من نمیخوره. شاید مثلا من داخل این اینستاگرام اصلا اونطوری که بخوام نیستم، ولی داخل یوتیوب اینقدر انرژی دارم که مثلا صبح ساعت چیز بلند میشه مثلا انرژی توپ میرم یه ویدیو خوشگل میگیرم. اوکی. خب گفتن که چه نوع لباسی میپوشی؟ من بیشتر لباسی که میپوشم اسپورت تیپم کلا. بله مثلا خیلی لش میپوشم اینا. من لش این که میگن بخش دوست من لبامو اینجا کنم خوشیزده، من بعد ترجیم کردیم زمان که نمیشه. حالا این که میگن تیپت چیه؟ من تیپم رو کلا لش خیلی هم میپوشن غیر از اون اینا. من
خودم اسپورت دوستم، مثلا حالا مثلا یه تیشرت مثلا قرمز مثلا یا مثلا سفید با یه شلوار خوشگله مشکی، بعد یه کلا برعکس مثلا مشکی بذاریم، بعد مثلا میشه سفید مشکی، حالا شلوار مشکی، حالا کفش رو میتونی حالا از سفید یا مشکی استفاده کنیم. این تیپ های خیلی خوب اسپورته، چون هم خانوم پسنده و هم آقایون پسنده. خب در من گفتن که اگه 1% به خودت چقدر میدیم؟ من اگه 1%، من در جایی نیستم که بخوام به خودم نظر بدم، اینا من گفته باشم، اما مثلا بخوام اینو بگم اگه 1% به خودم 40 میدم، چون هنوز اون قدری نیستم که بخوام به خودم نمره خوبی بدم. خب گفتن که من انرژی بچه خیلی دارم، قبل از که این سواله بپرسم، انرژی من اینجوری اصلا انرژی دارم و من شاید باورتون نشه ساعت صبح که بلند میشم یه طوری از خوب میپرم بالا، اصلا عشق میکنیم. حالا یه ولاگ هم داریم که انشالله یا داخل 2 هفته دیگه میاد یا این هفته که داریم. شما روز این ویدیو رو میبینید که امروز جمعه است، یا جمعه هفته آینده، یا مثلا میشه برای 12 مهر ماه اینا. بله یه ولاگ 24 ساعت زندگی با منه که اونم اگه بازی کننده خوب بگیره میذارمش. بله میگن که یه سوال دیگه هم داریم. در من گفتن که گفتن کجا اصفهان رو پیشنهاد میکنی؟ بله خب ببین من خودم داخل اصفهانم. خب کجا اصفهان که اصفهان خیلی قشنگی داره، یعنی من بهتون بگم مونا جنبون هست دیگه، 33 پل، میدون امام که همون بهش میدان نقش جهان هم میگم، یا همون 4 بالا یا انقلاب بهتره بگیم، اینا 33 پل خواجو اینا همه هست. درست اینا خیلی خوبه، من بیشتر 33 پل خواجو انقلاب دوست دارم، میدون امام که دیگه نگم برات. بعد اینا همشون خیلی خوبه واقعا. بعد در من نه بذار اینا یه بار دیگه بهتون میگم. آره خب من 3 ویدیو دیگه میخوام براتون بگم. یک همون ولاگ 24 ساعت اخیره، یه زندگی $1 بگیرم براتون ببینم به زندگی 24 ساعت با $1 چجوریه، مثلا چطوری میشه صرف کرد اینا. یه ویدیو دیگه هم دارم براتون، اونو نمیگم داخل چنل هم گذاشتم، مینویسم داخل بک‌گراندش می‌نویسم سورپرایز. خب یعنی اینطوری بشه. اوکی بعد خب اینا هم اینا در من گفتن که اگه بخوای به یک شهر سفر کنی بکنیم شهر سفر کنیم. سوالای خیلی باحالی بچه ها پرسن، نمیدونم چطوریه به چه شهر سفر کنم. ببینید شهر خیلی زیاده ولی من دوست دارم یه بارم کش بده ببینم. کیش مشهد رفتم بچه ها، مشهد رو قبل از اینکه یوتیوب رو شروع کنم مشهد رفته بودم، مشهد رفتم و واقعا خیلی خوب بود، واقعا با قطار رفتیم خیلی حالات. اگه نرفتین انشالله قسمتتون میکنن اون روزا و بریم دیگه. مشهد خیلی دوست دارم و کیش یا قش، این دوتا رو خیلی دوست دارم چون تا حالا نرفتن. اگه رفته بودن ببین قطعا جای دیگه مثل شیراز، کرمانشاه، خیلی جای دیگه هستن اینا همیشه اوکی. خب به من گفتن که اوکی. خب ببینید گفتن که دین مسیحی دوست داری یا چیزی؟ نه ببینید من نه دین اونجوری هم نه اینجوری، من نه خیلی مؤمنیم نه اون مسیحی ها خیلی خوبم، نه نمیگی مسیحی بعدا خیلی هم خوبم. من خودم به شخص مؤمنم، یعنی نمازم ترک نمیشه، نمازم سر وقت، قرآن میخونم، تسبیحم دارم، ذکرهای خودم دارم میگم، نه همه هستم اوکی، من نمازم ترک نمیشه هیچ وقت. خب به من گفتن که گفتن رشته چیه؟ بچه من رشته
که دارم فنی حرفه‌ایه و خیلی دوست دارم فنی حرفه‌ای. دوستان اگه دوست داشتین بازم از این ویدیوها بگیریم به ما بگین و با ما باشید تا یه ویدیو دیگه. برو بریم.